اوتوپروتز چیه و به چه جراحی گفته میشه؟ اوتو یعنی خود، اوتوپروتز یعنی پروتز سرخود. در واقع به جراحی گفته میشه که در انتهای عمل بافت سینه بدون استفاده از پروتز و فقط با استفاده از خود بافت سینه شکل خوش‌فرمی پیدا کنه، تقریبا مشابه پروتز. اوتوپروتز بیشتر یک واژه تبلیغاتی و تجاریه و نه یک اصطلاح علمی. اوتوپروتز اختراع هیچ کس نیست، در انحصار هیچ کس هم نیست و در واقع همه جراحان فوق تخصص پلاستیک این توانایی رو دارن که اگر حجم سینه، حجمی که باقی میمونه، قوام و بافت سینه و پوست این اجازه رو بده، در انتهای عمل سینه کاملا خوش‌فرم و گرد بشه، تقریبا مشابه حالت پروتز.